رویاهای بزرگی داری، میخوای موفق بشی و در نهایت اون زندگی رو داشته باشی که همیشه توی ذهنت تصورش میکردی. اما یه مشکلی وجود داره. تو تنبلی. دقیقاً میدونی که باید چیکار کنی ولی انجامش نمیدی. این کار باعث ایجاد حس گناه میشه. چون ته دلت میدونی که توانایی انجام کارهای بیشتری رو داری. این حس گناه روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه انباشته میشه تا تبدیل به پذیرش بشه و بعد سال جدید میرسه. با همون هدفهای سال قبل، با انگیزه و یکم توهم قوی شروع میکنی. اما قبل از اینکه بفهمی، تعلل رو به تعویق انداختن یواشکی وارد زندگیت میشه. درست مثل اون فامیلی که همیشه سرزده میاد. این تعلل رو به تعویق انداختن ادامه دار تبدیل به یه چرخه روزانه از تنبلی میشه. قبل از اینکه بفهمی به خودت لقب یه آدم تنبل رو میدی. خب چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم و از دست تعلل خلاص بشیم؟ کلی ویدیو تو اینترنت هست، اما اکثرشون فقط علائم رو در نظر میگیرن، مثل پاک کردن شبکه‌های اجتماعی یا حذف کردن عوامل حواس پرتی. درسته که این کارا ممکنه در کوتاه مدت کمک کنه، اما به مشکل اصلی که ریشه اصلی تعلل هست نمیپردازه. این ریشه رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد: اینرسی. تو علم فیزیک تمایل اجسام در حال سکون به ساکن ماندن و اجسام در حال حرکت به ادامه حرکت هستش، مگر اینکه یه نیروی خارجی روی اون تاثیر بذاره. این قانون اول نیوتن هم هست و به همون اندازه که برای اجسام صادقه، برای کارهای ما هم صدق میکنه. شروع هر کاری مهم نیست چقدر کوچیک باشه، نیاز به یک فشار اولیه و مقدار انرژی برای غلبه بر حالت سکون اینرسی داره و دقیقاً مشکل همینجاست. ما این فشار اولیه رو تو ذهن خودمون اونقدر بزرگ و سخت میکنیم که به جای انجام کار کلاً ازش فرار میکنیم و خودمون رو با فعالیت‌های کم ارزشی که دوپامین آزاد میکنه سرگرم میکنیم. پس برای شکست دادن تعلل باید اینرسی رو بشکنیم و دو راه برای انجام این کار وجود داره. شروع کردن. سخت‌ترین بخش هر کار شروع کردنه. پس این مرحله رو تا جایی که میتونی آسون کن، با کم کردن فشار کار و برداشتن کوچکترین قدم ممکن. برای مثال، اگه به خودت بگی باید بشینم و مقاله 5000 کلمه ایم رو تموم کنم، اینرسی خیلی قویه چون فشار کار بالاست. اما به جای اون اگه به خودت بگی فقط قراره 50 کلمه بنویسم، حس اینرسی خیلی پایین‌تره چون حالا شروع کردن کار خیلی آسونه و نیازی به اتکا به اراده و نظم و انضباط نداری. تکنیک محبوب دیگه‌ای هم وجود داره به نام قانون 2 دقیقه. اگه حس انجام کاری رو نداری، فقط به خودت بگو که به مدت 2 دقیقه انجامش میدی و بعد اگه خواستی میتونی تمومش کنی. مثلا اگه حس تمیز کردن اتاقت رو نداری، یه آهنگ بذار، اتاقت رو تمیز کن و وقتی آهنگ تموم شد کارو متوقف کن. نکته خوب ماجرا اینه که معمولا بیشتر از 2 دقیقه به کارت ادامه میدی یا در نهایت بیشتر از 50 کلمه مینویسی و این به خاطر اینه که اجسام در حال حرکت باقی میمونن. یعنی وقتی شروع کنیم شتاب میگیریم و این شتاب ما رو برای مدت طولانی تری به جلو هل میده. در ابتدا مثل هل دادن یه توپ به بالای تپه است، اما وقتی از نقطه اینرسی عبور کنیم از اونجا به بعد سراشیبیه و به همین دلیله که مهمه فشار اولیه کوچیک و آسون باشه. به عبارت دیگه فشار کار رو کم کن و فقط با 2 دقیقه شروع کن. میتونی این دو روش رو تو هر زمینه از زندگیت به کار ببری تا به تعلل غلبه کنی. چه رفتن به باشگاه باشه، چه کار روی پروژه شخصیت باشه، چه حفظ روابطت و چه هر چیز دیگه‌ای که فکرش رو بکنی. همونطور که مارتین لوتر کینگ یه بار گفت، لازم نیست تمام پله‌ها رو ببینی، فقط اولین قدم رو بردار.